خیلی خوشحالم در بین کلیسا و همینطور در خدمت عزیزانی که آنلاین دارن برنامه رو میبینن هستم. خدا رو شکر میکنم برای تک تک شماها. مدت هاست حقیقتش برادر ادوارد دارم فکر میکنم از وقتی که ما وارد سال 2020 شدیم امید یه جورایی رفت و حاشیه. بیشتر واقعیت‌های دانش انسان جلوی چشم افتاد تا اینکه امید بخواد دیده بشه. حقیقتش امروز میخوام یه مقدار راجع به امید صحبت کنم. البته امید وقتی میگم منظورم فقط امید نیست، امید به خدای زنده، خدایی که امید زنده هست برای من و شما. روز 24 اکتبر تقریبا 2 هفته پیش اگه اشتباه نکنم ما ساعت‌ها رو 1 ساعت کشیدیم عقب. شب قبلش یکی از دوستان به گروهی که توی واتساپ داریم پیام فرستاد که یادتون نره ساعتاتون رو 1 ساعت عقب بکشید امشب. یکی از دوستا به شوخی ورداشت نوشت که من ساعتم رو میذارم اول ژانویه 2020 برای اینکه هیچی از امسال حالیمون نشد، میخوام سال از سر نو شروع کنم. که کلی هم خندیدم به این، ولی یک حقیقت یعنی خنده تلخ بود در واقع. راستش از امسال این به جز ویروس کرونا، این کووید 19 و همه مشکلاتی رو که با خودش آورده، شما اشاره کردید برادر ادوارد، محدودیت هایی رو که با خودش به همراه آورده، باعث شد که یه چیزای دیگه هر چقدر مهم خودش نشون نده. مسائل زیاد، اتفاقات زیادی دور و بر ما اتفاق افتاد، ولی هر چقدر مهم از جمله چیزهایی که در مورد نژاد پرستی و چیزهایی که واقعا چیزهای مهمی بوده، ولی انقدر این ویروس غالب بود که یه جورایی باز اونو پس زد و خودش اومد جلو. حقیقتش از سال 2020 مرگ و میرش و همینطور اخبار ترسناکش من فکر کنم تا عمر داریم شاید جز خاطرات زندگی ما باشه و از یاد نخواهیم برد. من تقریبا فکر کنم 1 یا 2 روز قبل از هالووین باید میرفتم بانک و تو مسیری که میرفتم از پارکینگ اومدم بیرون، درست روبرون بانک بود و این بغل از کوچه پارکینگ در اومدم، بغلش یه رستورانه و دیدم یه تابلوی گنده ورداشتن اینطور رو زمین گذاشتن روی جلوی این رستوران و اینطور نوشته بود روش که نترسید، سال 2020 به حد کافی ترسناکه. و تمام چیزای هالووین هم ورداشته بودن روش کشیده بودن. ما انقدر با این ویروس و عواقبش درگیر شدیم که خیلی از مسائل و ارجحیت‌های زندگی روزانه ما رنگشو باخته. شبکه‌های خبری، مجازی، تماماً خبرهای ناامید کننده و منفی پخش میکنن. به نظر میاد که ما انسان‌ها اونقدر دنبال راه و روش سریع درمانی هستیم، اونقدر در فکر از بین بردن این ویروس هستیم که خیلی چیزا رو از یاد بردیم. از یاد بردیم که توکل بر انسان باطله. از یاد بردیم که مبارک از کسی که بر خداوند توکل داره و خداوند اعتماد او هست. این روزها حقیقتش همونطور که گفتم من به دنبال امید هستم، برای اینکه احساس میکنم که این وسطا امید گم شده، دنبالش باید بگردیم. امید به خدا و همینطور توکل به خدا خیلی فکرمو مشغول کرده، مدت هاست. البته احساس میکنم که این ویروس روی امید ما هم حتی فشار آورده، هی امید رو داره همینطور میزنه پایین. بیشتر به دانش انسان، به راه حل های انسان امید بستیم تا به خدایی که دانشمنداست، تا به خدایی که همه دانای مطلقه، قادر مطلقه و مسلط بر همه جهانه. واقعیت اینه که هیچ چیزی، هیچ قدرتی، هیچ اقتداری، هیچ ویروسی حتی قادر نیست اونو از تخت خودش بکشه پایین.
کماکان خدا خداست. خدا بر تخت خودش نشسته و گاهی وقتا میخنده به من و شما. در مزمور 45 آیه 6 اینطور میگه نویسنده مزمور، میگه ای خدا تخت تو تا ابدالآباد است، عصای راستی عصای سلطنت توست. اگر خدا تختش تا ابدالآباده، کرونا که هیچ قدرتی قادر نیست او را از تخت خودش بیاره پایین. خدا رو شکر برای همچین خدایی که در کولسیان باب 1 آیه 27 اینطور در موردش میگه مسیح در ما امید جلال است. مسیح در ما امید جلال است. حالا اینقدر راجع به امید دارم میگم، امید چیه؟ امید یعنی حس توقع و حس انتظار به چیز خاصی که اتفاق بیفته، نه اینکه اتفاق میفته. اتفاق میفته نه، اتفاق بیفته، یعنی میخوام بیفته، اونجوری بیفته. یعنی حسی اون علاقه ای رو که با توقع دارم پرورشش میدم و وقتی که من منتظر یه اتفاق خوبی هستم که اتفاق بیفته. در حقیقت اگه بخوام من امید رو تعریف کنم یا بخوایم یک تعریفی بذاریم براش، اینطور میتونیم بگیم که قادر باشیم نور رو در جاهای تاریک ببینیم. بتونیم نور رو در جاهای تاریک ببینیم. در کتاب مقدس امید یک توقع با اعتماده به چیزی که خدا وعده داده و قوت این وعده یا ضمانت این وعده در وفاداری خدا هستش. به زبانی ساده اینو بخوام تعریف کنم اینه: اطمینان از این که خدا آنچه را که گفته انجام میده، زیرا خدای ما خدای وفاداره و به وعده‌ای که داده 100% عمل میکنه. 100% عمل میکنه. در کتاب یوشع این رو میبینیم، وقتی که زمین رو تقسیم میکنن میگه الان ما در استراحتیم، زمین استراحت پذیرفته، در راحتی هستیم و همه سخنان نیکویی رو که خدا به ما گفت انجام داد. اینو یوشع میگه. امید در وجود من و شما چه تأثیری میذاره؟ چه کاری انجام میده؟ اینقدر داریم راجع بهش حرف میزنیم. البته خب تحقیقات نشون میده که امید کمکمون میکنه رو استرس و نگرانی مسلط باشیم. امید روی روحیه و نحوه برخورد ما با مشکلات اثر مثبت میذاره. در واقع اون انگیزه عمل مثبت رو در ما ایجاد میکنه. یه دوست واعظی دارم، یه جمله بسیار جالبی چند وقت پیش گفت و دیدم نوشت، حتی در یک مقاله‌ای در این مورد نوشت. اینو میگفت امید مثل اکسیژن برای روح ما عمل میکنه. بدون اکسیژن ما میمیریم و همینطور بدون امید. واقعیت اینه انسانی که ناامیده میمیره راحت‌تر، زودتر. من در یک تجربه شخصی در این مورد بگم، وقتی استیون ما برای اولین بار در ICU بستری شد 6 سال خورده پیش، دکتر خود ICU به ما اینو گفت پسرتون الان امید احتیاج داره. تا میتونید تختش جایی که بود گفت دور و برشو پر کنید از عکسایی که به اصطلاح تشویقش میکنه، عکسای عروسیش، عکس بچهش، عکس بچه دخترمون، ورزشکار محبوبش، ماشینایی که دوست داره، همه اینا رو ما پر کردیم. یادم رفتم بود 30 عالمه عکس چاپ کردم، آوردم تمام تو اتاقش چسبوندم. و حقیقتا این مسئله رو ما به چشم دیدیم که امید چطور این زندگی حیات رو درش فعال کرد. این رو در واقع از ناامیدی به امید تبدیل شد وضعیتش. واقعیت اینه که امید خودشو نشون میده، احتیاج به تبلیغ نداره. شخص امیدوار مشخصه. اول قرنتیان باب 13 آیه 7 در مورد محبت این رو میگه: در همه حال امیدوار میباشد. امید رو نمیشه قایمش کرد. امید یک قوتی در ما ایجاد میکنه که ناامیدی اون رو انجام نمیده. شما یه شخص ناامید و یه شخص امیدوار رو کنار هم دیگه بذار، حتی حرف نزنن قیافه هاشون نشون میده، بادی لنگویجشون نشون میده.
امید خودش رو نشون میده، مشخصه. در امثال 13 آیه 12 اینطور میگه: امیدی که در آن تعویق باشد باعث بیماری دل است، اما حصول مراد درخت حیات است. امید درخت حیاته. امید چیزیه که در ما حیات رو بالا میاره. برعکس اون ناامیدی دل ما رو مریض میکنه. امید باعث میشه که سختی ها رو تحمل کنیم. امید برای پیروزی ما رو کمک میکنه. در رومیان 4 آیه 18 در مورد ابراهیم چیز بسیار جالبی می نویسه که این آیه سالهاست داره با دل من صحبت میکنه. 12 سال پیش این آیه مثل پت خورد تو سرم، بسیار روی زندگی من اثر گذاشته و هنوز که هنوزه، اگه هفته یه بار اغراق نیست بگم، هفته یه بار این به فکرم میاد و اونم اینه در مورد ابراهیم و شرایطش. اینطور میگه که ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد تا پدر امتهای بسیار بشه. خیلی یا واقعیت اینه که امید درهای بسته رو باز میکنه. یا آیه جلوتر از اون برمیگرده در مورد خدا اینو میگه ناموجودات رو به موجودیت خواند، به وجود خواند. یعنی یه چیزی که اصلا وجود نداشت خدا اون رو به وجود آورد. اون وقت در مورد ابراهیم میگه در ناامیدی به امید ایمان آورد، یعنی چیزی که وجود نداشت اون رو پذیرفت و به شکل امید اون رو پذیرفت و به امید ایمان آورد. در واقع من اینجا یک همکاری بین ابراهیم و خدا میبینم. خدا خداست، آفریدگار، خالقه، آنچه را که میگه خلق میکنه. ناموجودی رو خلق کرد، به وجود خواند. در همین شرایط ابراهیم هم یه همچین کاری کرد. در چیزی که مطلقاً امید نبود، امید رو ایمان آورد، به امید ایمان آورد. درهای پدر شدن برای ابراهیم بسته شده بود. این وعده داره بهش میگه تو پدر امتهای بسیار میشی، یعنی فقط پدر یه فرزند نمیشی که اسماعیل یا اسحاق، حالا از قطوره این همه بچه، همه اینا جای خودش، ولی بهش گفت تو پدر امتهای بسیار میشی. یک چیزی بود بسیار بزرگ و در شرایط ابراهیم در بسته بود. امید در ناامیدی رو در واقع بست و در جدید پدر امتهای بسیار شدن رو براش باز کرد. همون باب 4 آیه 20 اینطور میگه در مورد ابراهیم، میگه ابراهیم در وعده خدا از بی ایمانی شک ننمود. نمیگه در بی ایمانی، میگه از بی ایمانی، یعنی بی ایمانی درش نبود، اجازه نداد بی ایمانی درش ساکن بشه، حتی شک نکرد در این مورد، بلکه قوی الایمان گشته خدا را تجدید نمود و یقین دانست که خدا به وفای وعده خود نیز قادر است. به وفای وعده خود قادر است. امید وجود انسان رو از ایمان پر میکنه. تعریف ایمان چیه؟ اعتماد، یقین بر چیزهای امید داشته شده و برهان چیزهای نادیده. علاوه بر نادیده بودن ایمان، یقین و امید هستش که از عوامل بسیار قوی تعریف ایمانه. ابراهیم در وضعیت خودش به یقین و امید چسبید در زمانی که وعده خدا براش نادیده بود و نامرئی بود. چیزی که وجود نداشت به موجودیت، به وجود اون را خواند. امید افتخار تولید میکنه. رومیان 5 آیه 2 میگه که به امید جلال خدا فخر مینماییم. پولس در این باب ادامه میده، میگه امید باعث شرمساری نمیشه، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. وقتی خدا میریزه مثل من و شما نمیریزه. خدا خدای عظیمه، خدا خدای سخاوتمنده. چیز کوچک در شأن شخصیت خدا نیست. وقتی میگه که در دلهای شما به توسط روح القدس که عطا شده این محبت خدا رو در شما میریزه، کلمه ریخته شده است استفاده میکنه. یه چیزیه که انجام شده. وقتی که میگه ریخته شده یعنی واقعا ریخته شده، حسابی ریخته شده.
ما حقیقتاً این رو در زندگی روزانه خودمون داریم میبینیم که امید چه کارهای مؤثر و مثبتی داره در زندگی ماها انجام میده. خیلی خوبه اگه ما باور بکنیم که سال 2020 سال کرونا نیست، ولی این رو باور کنیم که کرونا اومد تا ما رو بیدار بکنه که ارزش‌های خدای امید زنده رو به شکل تازه‌ای ببینیم. پولس رسول در رساله افسوسیان باب 1 آیه 18 اینطور میگه: تا چشمان دل شما روشن شده بدانید که امید دعوت او چیست. خدا قوم رو انتخاب کرد که او رو در بین امتها، یهوه رو به امتهای دور و بر بشناسونه و این امید، پولس چیزی رو که داره اشاره میکنه برای من و شماست. ما هستیم اینجا خدای امید رو به دور و بر خودمون بشناسونیم. وای به حال ما اگر در ما ناامیدی باشه، اگر این خدای امید زنده در ما دیده نشه، در زندگی روزانه ما دیده نشه. امید دعوت رو بدونیم چی هست برای ما. امید صبر میکنه. در اول تسالونیکیان باب 1 آیه 3 در مورد اعمال ایمان، مهنت محبت و صبر امید صحبت میکنه. عمل ایمان رو عملاً میبینیم. ایمان به شکل عملی قابل رؤیت، آنچه را که رساله یعقوب بهش اشاره میکنه. محبت وقتی وجود داره حاضر هستیم هر سختی رو تحمل کنیم. و در مورد صبر، برای امید کلمه صبر رو استفاده میکنه. امید خیلی سریع اتفاق نمیفته، اغلب درش صبر هست. پس اعمال ایمان، مهنت محبت و صبر ایمان. من یه چیز رو دقت کردم که رسالات پولس بی اندازه پر از امیده، مخصوصا رساله رومیان که به عنوان انجیل پولس شناخته میشه. رساله‌ای که تعلیم اساسی کتاب مقدس درش هست و بسیار رساله قوی و غنیه. تشویقتون میکنم حتما مطالعه بکنید. پر از امید این رساله. تو همین رساله باب 5 آیه 8 میگه در مورد خود، در مورد کلاهخود و امید نجات حرف میزنه. باز در رومیان 8 آیه 24 اینطور میگه به امید نجات یافتیم. به امید نجات یافتیم. من در یه جایی یک مطلب بسیار جالبی خوندم که به شکل بلاگ بود، تقریبا شاید یه سالی بشه این بود. من اینو ازش عکس گرفتم نگه داشتم تو تلفنم برای اینکه هر چند وقت یه بار بهش مراجعه میکنم و بسیار جالب گفته این رو. میگه ایمان امیدی است تغذیه شده، پرورش داده شده. اعتماد امیدی است که به انتظارش هستیم. امید صبر میکنه. رویا امیدی است که الهام شده. رویا چیزیه که از خدا به ما الهام میشه. حکمت امیدی است که برجسته شده. چقدر حکمت در خودش این عامل رو داره. امیدی که برجسته شده، دیده شده. شکرگزاری امیدی است که بیان شده. ما به خدا در حین شکرگزاری چقدر اعتراف میکنیم که خدای امید ما هست. خدمت امیدی است که ظاهر شده. شما عزیزانی که دارید در خدمت هستید، شما امیدی هستید که ظاهر شدید برای دور و بر خودتون. اجتماع کلیسا، خانواده، اینا امیدیه که به هم متصل شده. شفاعت امیدیه که فعال شده. نبوت امیدی است که اعلان شده. من یه گریز میخوام بزنم اینجا. آنچه که پولس رسول در اول قرنتیان باب 12 در مورد نبوت صحبت میکنه 3 تا عامل رو درش گذاشته. بنا، تسلی، نصیحت. میخوام بگم متاسفانه میبینم خیلی ها نبوت رو با توبیخ و چیز اشتباه میگیرن. در عهد جدید نبوت فقط شامل بنا، تسلی، نصیحت. غیر اینها نبوت نیست. چی میگن؟ ابراز خود شخصه، عقاید خود شخصه. یکی برگرده به یکی بگه که خدا به من نشون داد شوهر تو یا زن تو یا خانواده تو یا شخص تو در فلان فلان گناه هستید. این نبوت نیست عزیزان. این نبوت نیست. این در قالب نبوت چیز شخصی داره ارائه میشه. نبوت امیدیه که اعلان شده، امید درش هست. بنا، تسلی، نصیحت. آزادی امیدیه که درک شده، فهمیده شده.
خنده امیدیه که غالب شده، مسلط شده. صلح امیدیه که انجام شده. شادی امیدیه که روشن شده. این که میگه روشن شده مثل این که کلید چراغ رو چراغ رو بزنیم و نور بیفته درست روی امید. شادی امیدیه که روشن شده. با توجه به آنچه که دور و بر ما اتفاق میفته، حقیقتاً درسته که ما خدا رو کنار بذاریم تو این شرایط؟ یه سوالیه که فکر کنم همه ما باید صادقانه به این مسئله جواب بدیم که ارجحیت ما چیه. چون ما هر چی رو نگاه کنیم، هر چی رو روش فکر بکنیم، برای ما جلیات میشه. و وقتی جلیات رو میبینیم جلوی چشم خودمون، ناتوان میبینیم خودمون رو، ناامید میبینیم خودمون رو، در حالی که در هر شرایط، در یوحنا میگه که بدون خارج از تو هیچ چی نمیتونیم انجام بدیم. ما در مسیح در ما، بدون مسیح هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. دعای پولس در رومیان 13 آیه 15 بسیار جالبه که خیلی به دلم میشینه و حقیقتا میخوام بگم که من هم این دعای من برای این کلیسا و برای عزیزانی که آنلاین دارن تماشا میکنن. اینطور میگه پولس، میگه الان خدای امید دلهای الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پر سازد تا به قوت روح القدس در امید افزوده شوید، در امید مسرور باشید. حقیقتا دعا میکنم که امید به خدا در همه شما همیشه شعله ور باشه و در طوفان‌های زندگی سرتون رو روی بالش عیسی بذارید. عیسی در وسط طوفان آخر کشتی به راحتی خوابیده بود، برای اینکه اون آرامی که در درونش بود، اطمینانی که در درونش بود، بر طوفانی که بیرون از او بود غالب بود. برای همین بود میتونست در طوفان بخوابه. من و شما در این طوفان‌هایی که دور و بر ما هست، ما احتیاج داریم سرمون رو بالش عیسی باشه. حقیقتا دعای من اینه که چشمان ما مثل چشمان هاجر باز بشه و این چشمه امیدی رو که هست که خود خدا باشه به چشم ببینیم. به چشم این رو ببینیم. واقعیت اینه که من و شما هر چی رو بخوایم ببینیم، تصمیم بگیریم ببینیم، خیلی چیزها رو خواهیم دید. در همین شرایطی که الان وضعیت ناامید و به قول معروف مایوس کننده است، هر روز یه چیز جدیدی داره در میاد، بهترین تصمیم به نظر من اینه که تصمیم بگیریم ببینیم، چشمه های امید رو دور و بر خودمون ببینیم. دعای من برای همه شما همینه که این روزها روی امید و روی خدای امید زنده متمرکز باشیم. خدا برکتتون بده. ممنونم.